سلام علیکم حبیبی، سلام علیکم حبیبی. اوکی، میزنیم نیدرلسونگس Erlaubnis in Deutschland. خب لینک اول نیدرلسونگس in Deutschland چی آمده؟ گفته از سایت چی است؟ از سایت بامف. هم سایت خوبی است. بعد سایت دومی را داریم. سایت دومی میگه نیدرلسونگس اوکی، یا سایت makeitingermany.com است. بعد یم سایتی اشتوتگارت. بعد یم یک سایتی دولتی است، سایت معتبریم. بعد بریم روز از سایت اشتوتگارت ببینیم در سایت اشتوتگارت چی میگه. معمولا سایت ها فرق نداره، کمی تفاوت داره در کل. قبولی دائمی در آلمان قبولی دائمی یکیه. قانون برای همه یکی است، در شهرهای مختلف کمی تفاوت داره، زیاد نه. بریم از سایت اشتوتگارت، از سایت ویلکام سنتر اشتوتگارت از استفاده کنیم، ببینیم چی گفتم. چی گفته در مورد قبولی دائمی؟ قبولی دائمی گفته میتون با قبولی دائمی قبولیه که بر زمان نامشخص یا زمان یا در منظور ما شما دائمی باشین در آلمان، باش کار کنین، و شرایط های خاص داره. باید شرایط های خاص هر کس باید پره کنه و شرایط ها برای کسایی که قبولی 3 ساله داره، کسایی که هم قبولی 1 ساله مثلا ابشیبونگسفربود داره، یا کسایی هم که قبولی 25 دارن، بعضی هم قبولی 19 دارن. 19 هم قبولی 1 ساله که از طریق کار گرفتن، کلان فرق میکنن دیگه. این سایت هم گفته کلان آلگماین است یا کلی است، اما بعدا شاید یک ویدیو هم در مورد قبولی دائمی کسایی که ابشیبونگسفربود یا قبولی 1 ساله دارن. خب نیدرلسونگس آلگمان یا کلی است اینجا. بعدا یک ویدیوی دیگه هم شاید ساختیم. خب شرایط های خاص داره. شرایط های خاص یا اینجا گفته مثلا 1 2 3 4 5 تا، اینجا 5 تا گفته. اولش گفته باید قبولی در مدت 5 سال داشته باشین، یعنی از وقت قبولی شما 5 سال تیر شدن. منظور چی است؟ کسایی که 2015 قبولی گرفتن تا 2020 قبولیش 5 سال شده، یعنی اوکیه. یا هم که در بعضی وقتا مثلا 2015 یک کسی اینترویو دادن، یا 2015 کسی درخواست ازول یا درخواست پناهندگی در آلمان دادن، مثلا 2016 اینترویوش میاد و 2016 اینترویو داشته و قبولیش میاد مثلا 2 سال بعد 2018. خب دایی ای چی رقم است؟ سوال اینجاست کسی اگر درخواست پناهندگی از زمان 5 سال از زمان درخواست پناهندگی حساب میشه. منظور ای است درخواست پناهندگی اگر 2015 دادی و بعد اینترویو 2016 بوده و قبولی 1-2 سال یا 1.5 سال بعد میاد 2018 مثلا، بازم 5 سال پوره شده. به خاطر که اگر قبولی دیر آمده، اینترویو طول کشیده، گناهی تو نیست، گناه ما شما نیست دیگه. قانون دولت آلمان یا امیر میگه. و دومیش از 5 سال کار یا 5 سال کار یا 60 ماه میشه. 60 ماه بهتره. 60 باید کار کرده باشیم که از در 60 ماه بیمه تقاعدی بسیار مهم است. بعضی میگن مالیات داده باشی، مالیات درست نیست. اینجا گفته بیمه تقاعدی که باید 60 ماه پرداخت کرده باشی، هر ماه 200 یک چیزی میشه. اگر 5 سال کار کرده باشی که مشکلی نیست. هر کسی 5 سال کار کرده 60 ماهش پوره شده، مشکلی نیست. سومیش هم گفته
کار میکنی، کسی که یعنی کار باید کنی، کار باید کنی و اجازه کار یا قرارداد کار یا کلی شما باید کلی چیزتان باید تکمیل باشه که معمولا از کسی کار کنه فهمیدی کلی چیزش تکمیل است. قرارداد بدون قرارداد کار هیچ کس کار نمیکنه. کار سفید شرکت ها امکانش نیست بدون قرارداد کار. چهارمی میشم گفته باید زبان آلمانی در حد B1 داشته باشیم. در حد B1 و یک سرتیفیکات دیگه هم لازم است که میگن Leben in Deutschland که اونم باید داشته باشیم. کسایی که ابشلوس داره فهمیدی هم B1 حساب میشه، امو Leben in Deutschland مهم نیست. اما کسایی که مثلا بالای سیند اینجا آمدن، بالای سیند و رفتن B1 جدا گرفتن، ابشلوس ندارن، هیچ مکتب نرفتن، B1 جدا گرفتن، باید Leben in Deutschland همین سرتیفیکات هم باید جدا بگیرن. یه فقط یک کمی سخت‌تر است، اما برای کسایی که زیر سیند آمدن ابشلوس یا ریال شلابشلوس یا هر چیزی که دارن اوکی. و پنجمیش هم گفتم خانه برای خودتان داشته باشین. کسی که تنهاست خانهش باید اوکی باشه برای یک نفر، یا کسی که فامیلیست باید برای فامیلیش و برای خودش اوکی باشه، خانه مناسب باشه.